یکی توی ترافیک تهران گیر کرده دنبال مسافر، یکی دیگه توی خیابونای تمیز برلین دنبال مشتری. سوال اینه کدومش پول بیشتر در میاره؟ اسنپ توی ایران یا دوچرخه سواری دلیوری توی اروپا؟ بریم حساب کنیم ببینیم کی برنده است. اول بریم سراغ اسنپ. راننده‌های اسنپ یا تاکسی اینترنتی توی ایران حدود 200 تا 300 تومان ساعتی کار میکنن. این یعنی تقریبا با 8 ساعت کار مفید در روز بین 1.5 میلیون تا 2.5 میلیون کار میکنن. البته بستگی داره که چقدر کار کنن، کجای شهر باشن و شانسشون با ترافیک چجوری در بیاد. ولی خب درآمد فقط یک طرف ماجراست. خرج‌ها هم کم نیستن. بنزین، روغن، لاستیک، استیلاک و کمیسیون اسنپ و چیزای دیگه. آخر روز اگه ماشینت هنوز زنده باشه حدود 1 تا 2 میلیون سود خالص واسط میمونه، اونم با اعصاب داغون و کولر خراب. حالا بریم اونور آب. اینجا دوچرخه سواری خودش یه شغله. پیکای غذا و دوچرخه توی اپ‌هایی مثل آور ایتس یا ولت کار میکنن. درآمدشون معمولا ساعتی بین 10 تا 15 یوروه. یعنی اگه 8 ساعت رکاب بزنی حدود 80 تا 100 یورو به دست میاری. یعنی تقریبا 10 تا 15 میلیون تومان با نرخ امروز. سوختش چیه؟ یه قهوه و یه شکلات انرژیسا. نه ترافیک داری، نه بنزین، نه بوق ممتد. خب تا اینجا کار اروپا جلوه، ولی وایسا خرج اون ورش چقدره؟ اینجا بازی برمیگرده. توی اروپا اجاره خونه از حدود 1000 یورو شروع میشه. یه وعده غذا حدود 10 یوروه. یه قهوه معمولی هم حدود 3 یورو. در حالی که توی تهران با 100,000 تومان هنوز میتونی یه فلافل بزنی و سیر شی. پس وقتی خرج زندگی هم حساب کنی، سود واقعی اونور شاید اونقدری هم فرق نکنه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی حتما کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو هم لایک کن. به طور خلاصه درآمد روزانه اسنپ بین 1 تا 3 میلیون تومان و در اروپا حدود 10 تا 15 میلیون تومان واسه دوچرخه سواری دلیوری. ولی خرج اونقدر بالاست که آخرش ممکنه تعادل نسبی ایجاد کنه. خیلی‌ها فکر میکنن که راننده اسنپ فقط میرن مسافر میگیرن و پول در میارن، ولی واقعیت اینه که یه راننده تو روز شاید 10 تا مسیر مختلفو بره، با 100 تا آدم سر و کله بزنه، از مسافر خوش اخلاق تا اونایی که سر کرایه بحث میکنن. یه بار مسافر دیر میاد، یه بار مسیر اشتباه میشه، یه بار بنزین تموم میشه. یعنی هر روز یه ماجراجویی جدید. یه جورایی راننده‌های اسنپ قهرمانای واقعی ترافیک ایرانن. اون ور آبم دوچرخه سوار غذا رو تحویل میگیرن، رکاب میزنن و به مشتری تحویل میدن. البته اونجا هم خرج داری. باید دوچرخت سالم باشه. شاید ماهی 50 یورو خرج تعمیر و سرویس دوچرخه رو بدی. البته بعضی بیمه دارن و بعضی هم نه. هوا هم همیشه قشنگ نیست، مخصوصا زمستونای سرد برلین یا آمستردام. ولی خب دیگه ترافیک و بنزین نداره. تنها سوختی که لازم داری یه قهوه و 2 تا موز صبحونه است. توی اروپا اگه ماهی 2500 یورو هم در بیاری شاید فقط 700 تا 800 یورو تهش واسط بمونه. توی ایران اجاره خونه گرونه، ولی هزینه غذا، حمل و نقل و روزمره هنوز کمتر. برای همین اگه فقط قدرت خرید رو مقایسه کنیم، اونور شاید پول بیشتری در میاری، ولی اینور شاید بیشترش واسط بمونه. خلاصه اونور با 5 یورو فقط یه قهوه میخوری، ولی اینجا با همون پول 3 تا فلافل و یه دوغ. در واقع فرق اصلی تو پول نیست، تو حس زندگیه. اونجا با دوچرخه میری سر کار، منظره قشنگ، هوای تمیز، آرامش. اینجا باید تو ترافیک و بوق و گرد و خاک بجنگی. اما از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کنیم، اینجا بیشتر مردم با هم حرف میزنن، شوخی میکنن، حس زندگی در جریانه. اونور همه چیز منظم‌تره ولی یکم سردتر. هر کدوم یه دنیای خودشونه. حالا یه سوال مهمتر، اصلا آینده این دو شغل چیه؟ توی ایران با رشد تاکسی اینترنتی و رقابت زیاد، درآمد اسنپ داره ثابت میمونه، ولی هزینه‌های ماشین روز به روز بالاتر میره. خیلی‌ها میگن اگه همینطوری پیش بره، راننده‌ها باید سمت کارهای دیگه برن یا توی پلتفرم‌های جدیدتر فعالیت کنن، مثلا دلیوری با موتور یا حتی دوچرخه برقی. اونور توی اروپا شرکت‌های دلیوری دارن دیجیتالی‌تر میشه. الان بعضی از شهرها دارن از دوچرخه‌های برقی اشتراکی استفاده میکنن که راننده‌ها حتی لازم نیست دوچرخه خودشونو داشته باشن. درآمد ثابتی میگیرن، بیمه دارن و شرایط کارشون راحت‌تره. حتی تو بعضی از کشورها ربات پهپاد دارن تست میکنن واسه تحویل غذا. یعنی شاید چند سال دیگه پیک دوچرخه‌ها هم بیکار شن و پهپادها بشن راننده جدید. اما یه چیز مشخصه، چه توی ایران چه توی اروپا، شغلایی که مربوط به حمل و نقل هستن هنوز زنده هستن. چون تا وقتی که آدم غذا میخواد یا جایی باید بره، یه راننده یا یه پیک لازمه و فقط شکلش داره عوض میشه. پس اگه فقط پول حساب کنی، اروپا جلوه. اما اگه هزینه، فشار کار و کیفیت زندگی رو با هم ببینی، تفاوت اونقدری نیست که فکر میکنی. ایران پر از چالش و استرس، اروپا پر از نظم و آرامش. آخرش بستگی به این داره که دنبال چی باشی، پول بیشتر یا آرامش بیشتر. توی کامنت بنویس به نظرت کدوم بیشتر میارزه، ایران یا اروپا. و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. توی ویدیوی بعد میخوام بهت بگم چجوری با دوچرخه سواری توی ایران پول در بیاری. کانال رو سابسکرایب کن و منتظر ویدیوی بعدی باش.